اگه در زمینی که اجاره کردین خونه ساخته باشین، اعیانی ایجاد کرده باشین، محدثاتی ایجاد کرده باشین، درختی کاشته باشین، سوال اینه که مال کیه؟ دقت بفرمایید که اگه با اجازه خود موجر این کار رو انجام داده باشین دیگه نمیتونن بگن که مال ما هستش، اون خونه مال شما هست، چون اجازه ساخت اعیان رو داشتین، اون عین متعلق به شما هستش و مالک شما هستین و اینجا بعد از انقضای مدت با موجر توافق میکنین که خونه دست شما باشه ولی اجاره زمینش رو باید بهش پرداخت کنین. یعنی موجر نمیتونه این خونه شما رو قلع و قم کنه. حواستون